فرید انصاری سلام، چاکرم. ترنم سلام، خیلی مخلصیم. آقا من یه ذره روند رو عوض کردم دیگه، لایف های ذره اومده عقب‌تر چون واقعا نمیشد دیگه اونجوری، باید یه ذره لایو رو میآوردم عقب‌تر تا این روند رو بتونم مدیریت کنم. نوکرتم آقا فرید، گرمه آجی، گرم، پاره شدم من، پارم. خانم بخشی سلام. آقا خیلی سریع من میخوام برم سراغ لایو شاهنامه‌مون، بعد دوباره یه چند دقیقه استراحت میکنیم. ساعت 11 قبل 11 من استارت لایومو میزنم تا 1 تموم میکنم. آره اینجوری میخوام برم جلو، چون دیگه واقعا بعضی وقتا زیادی از حد، تا 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح. چاکریم. خیلی گرمه. بعد در ماشینم میبندم که دیگه سر و صدا نیاد، گرما بیش از حده و کلافه میشه آدم. من یه سری چیزا آدم یادش میره، میدونی. بچه این صدا و تصویرم خوبه؟ اوکیه؟ میزونه همه چی؟ چه خبر؟ سلامتی دیگه. گرما هیچ شرجی. آخه گوسفند رو نگاه کن، اومده اینجا اینجوری پارک کرده. اینجوری آدم مگه پارک میکنه؟ مگه وقتی تو اینجوری پارک میکنی خب باید اینجا بمونی، علاف شی دیگه، ته تهش چیه؟ ایشالله که پیدا میکنی. نیلوفر جان سلام، خوبی؟ چه خبر؟ برادر چگونه است؟ خب ما محتلام خوبین بچه ها؟ من با عزتون استارت لایو رو میزنم، بریم خدا چی میخواد. چیکار داریم؟ یه لحظه بچه ها، من گوشیم چی؟ من نگه حتی نباید پارک بودی. چرا تو پارک بودی؟ الان باید حتی چرا پارک بودی؟ ما آدم تر معطل تو ایده. خب بچه ببخشید من معذرت. خب آره اینجوری بود که سویچ ندارم. سویچ اون شاسی رو پیدا کن، شاسی رو پیدا کن. آرمین سلام داداش، نوکرتم، دورت بگردم، مرسی عزیز من. آقا خب ما به اینجا رسیدیم که آرمین جان بعد با هم دیگه کلی صحبت میکنیم، بعد لایو کلی صحبت میکنیم. این از عمدم رفتم اینجا گفتم سویچ ندارم که اینجا بمونه، یه ذره تنبیه بشه. سویچ ندارم. سویچ ندارم. قول بده.
اوه خب بگذاریم آقا. ما به اینجا رسیده بودیم که رستم اسفندیار رو کشت و خب طبق طالبینی ها و پیش بینی ها اینجوری بوده که هر کی اسفندیار رو بکشه دوچار یک نفرین میشه و یا تا آخر عمرش عذاب میکشه یا سریع کشته میشه. و اسفندیار هم به رستم یه سری وصیت ها کرده بود. وصیتش چی بود؟ اینکه بهمن رو پیش خودت بزرگ کن، به خواهر و مادرم هم بگو آقا من نگران من نباشید، من میرم اون دنیا منتظرتون میمونم. به گشتاس بگید که آقا تو منو کشتی، تو قاتل من بودی و انقدر اونجا میمونم تا تو هم بمیری و بیای پیش من و بعد بریم پیش خدا و خدا ما رو قضاوت کنه. آره خدا ما رو قضاوت کنه و تو قاتل من نیستی، قاتل من پدرم گشتاس به من نباید این کارو میکنه، ولی تقدیر این بوده دیگه که رستم هم قبول میکنه، بهمن رو میبره پیش خودش که بزرگش کنه. زواره داداشش، من همیشه بودم زریور، زواره داداش رستم برمیگرده بهش میگه آقا نکن این کارو، این بهمن پسر کسیه که تو کشتیش، خلاصه اگه بزرگم بشه این میشه شیری که میخواد پاچتو بگیره، پس این کارو نکن. این داستان بهمن میگه نه اگه قرار باشه بهمن منو بکشه اب نده، این تقدیر من بوده دیگه، تقدیر منم همینه، تقدیر منم همینه، پس کاریش نمیشه کرد، من جلوگیری نمیکنم از تقدیرم و این داستانم.